گداریا رادیوی ریت تزش موسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلال رادیوی ریت زوند کارن ببین تو را اینترنت بوی ناونی شانی مالپرا اجیا تزه نقطه کم ایرو شمیه ده ایلونیه گداریا دنگو بسن هفتیه که بکن ارتش ترکیه سینوری کانتون افرینی بچکن گران گیریشی چپر و نووندن یپکی دکه. لگوری آگاهیان چهارشنبه ایواری ارتش ترکیه سر سینوری نوچه راچو یا کانتون افرینی یا روجاوای کردستانی چکن گران گیریشان پیکتینه. چفکانی نزدیکی یکیدان پاراستان گل راگیاندنه که ارتش ترکیه سینوری گند ترکیه گردای نوچه راچو یا افرینی تانک توپ و هاوین نووند یپکی ده بربومبین. انجام گیریشن ارتش ترکیه دا 6 شروان یپکی شهید کردنه. و بدهان جی بریندار بونه هر و هات گفتن که دو ولاتین سیویل جیش برگیریشون بریندار بونه حتی روزا ایرو الهریمن باشوری افرینی شر و پیفچونن گراند نوبر هیزن سوریه دموکرات و چکدارین دایشی دا بدوان دکن و ارتش سوری آزاد پشتوانی ارتش ترک 4 گند کنترل کرن هر دوی درباری دا کومین رادیکال تا شیخ مقصود یا کردان حلبی براکتن کاتیوشا و توپخانه تو باران کرن دنجامی دا هری داویل تا شیخ مقصود ولاتیک جیان خوش دست دا و 4 سیویل جی بریندار بونه ارتش ترکیه سینوری هر دو کانتون کوبانی و جزیره ین روجاوای کردستانی گیریشی یپگی کرد. ترکیه نقاش سر اپراسیون جرابلوسی هر بردوان دکن بیجاریجی پاسپور اکادمیسیون و اکتیویست موافن مروان دست پیکا اپراسیون جرابلوسی را هفکشتر سیاسی سوریایی هر دچه دگویره ترکیه دقناخ سر وقت کردن اپراسیون جرابلوسی دا پیوندی خواهی امریکا روسیا و ایرانی را بردوان دکه لگوری پاسپوران پشتی جرابلوسی جدخیانین اردوگان پشتی کپ اوبابا را آخوی درد که هولی که بری اپراسیون ارتش ترکیه دبه که بگیره من بیجی هر وال گور اکادمیسیون و اکتیویست موافن مروان آرمان جوی اپراسیون دژی کردانه گوتن اکادمیسیون ترکیه نجبو که بدایشی را تبگو شکتی نوا خاک سوریه جبو که برگریدان وان کانتون کردان به آستنگ و دستکفتین کردان به خطری او اپراسیون داید دست بکرن آلی دژی رایدرین ترکیه هر فرسندی دا دیار دکه که او اپراسیون نل دژی کردان لی دژی دایشی و او نخوازن سرسینوری ترکی کوریدوره که تروری آوا ببه اکتیویست موافن مروان دبیجن بالکش پشتی بیاری انتابی اپراسیون جرابلوسی دست بکن دیسا بالکش حتی نو یکی دایشی جی نهاتیه کشتن اف جی دنیشون که پیمونه که و شورتیه ببواریو وان آرمان جاوی اپراسیونی کردن سدم باش کرده یا تکلی بروسیا و اسرائیل و سوریه را دعنیه که نو ده شعر کردان رایه اکادمیسیون و اکتیویست موافد بروان گاوه که دبن پیش و دچن و ترسا کمکجی یا لسر کردان جی تینن روژوی نونری پارتی یکتی و دموکراتیک حریم کردستانی خریب هستو راگیاند ترکیه هیزه که بیانیه که کتیناف آخا سوریه و داکفشه که انقره دخوازه سوریه پرچه بکه نونری پیدی الحریم کردستانی یکشمی سردن اوفیس پارلمانتو کردستانی یال سلیمانی کرد و بسروکی پارلمانتو یوسف محمد راجبیا خریب هستو پشت جیوینی داخویانی که رجنامانی دل سر رفش سوری و رجوی کردستانی و هرو دست وردن و لشکریا ترکیه ناف آخا سوریه دا آخوی اوی دست نشان کرد دمکی دا که سر آخا خانه و بو پاراستان آخا خا تکوشینی دکن روسیا درباره اپراسیون لشکری ترکیه ناو آخا سوریه دا داخیانیک دا و دلگرانی خالنبر پیشوچون لشکری نوی ولاتی ناو آخا سوریه دا آنیزمان و حشاری دا انقره که خواه شهر پینگاوه که دور بگره که رفشل سوریه آلوستر بکه وزارت درباره یا روسیاش با اپراسیون ترکیه یا بناوی اپراسیون مرتل فراتی ناو آخا سوریه دا داخیانیک رشاند و راگیاند که روسیا دلگرانی خالنبر اپراسیون ترکیه و چکدارین کومندش برای سوریه و پیشوچون وان ناو آخا سوریه دا خیلی جلوکین ارتش ترکیه بی دستور حکومت روای سوری و انجمن آسایش ناو دولتی پکتن مسکو هروا بانک انقره کرد و درخواست کرد که ترکیه خوش هر پینگاوه که دور بگره که رفش سوری نه آرام و کریز آلوی ولاتی کورتر بکه نونری تایبتی سروکی آمریکا تا پیمانیا ناو دولتی دژیدایشی دا برید که برگ گیرک سردن رجوای کردستانی کرد و برایدرین حسده و یپگی را هفدیتن بکادین گوری آگاهیان ماک گیرک دا هفدیتن گل یپگی و حسده دا تکازیل سرپیوندین آمریکا و پوشگری کردن حزب دموکرات ین هریمی و بردوام بونو آلیکارین بو وان هزان کریه هروا ماک گیرک را گیان دیه که همو جوینان دا وان تکازیل سرشر دژیدایشی با کوری سوری و پاراستان کاری هفبش و درنکتنا پیفچون نابر همو هزان دا کریه
جوینو نوبر مسعود بارزانی و فرانسیا و هلند بداوی هات سروکی هریم کردستان مسعود بارزانی روز چهارشنبه چرچوبای سردن که فرمی دا و سرو خواندیان فرمی یا سروک فرانسیا گشت بو ویولاتی سردن بارزانی بو فرانسا چرچوبای گشت و یا بو ترکیه و اروپای دایه روز 8 ایلون الکوشکا الیسی نوبر سروکی هریم کردستان مسعود بارزانی و سروک فرانسیا فرانسوا و هلند جوین پیکات جوینو نوبر هر دو سروکان دا در دور ساعت کل پشت درین گرتی و دورش چاوین کامیران بریواچو هات زانین کد جوین دا بارزانی دا خواست پشگریل فرانسا بو سرخابون کردستانی کریه و اف مجار یکس مجارین هری گرنگ و سرکه ین جوینی بویه لگوری آگاهیان تهدیدن دا بارزانی بس رولا فرانسا بو هفکاریا هیزا پشمرگه و بردوامیا وان آلیکاریان جی کریه سروک هریم کردستان مسعود بارزانی تفیوینه که دا بس جوین خیال گل سروک فرانسا فرانسوا هلند کر و گوت همو جوین در وی ولید دا و تایبتی دوان چند روزن پاریزی دا من بس رفرندوم سرخابون کردستانی کریه سروک هریم کردستان هروا دا خواست فرانسی کریه قدام را گیاندن و سرخابونی دا آلیکاری بدن و پشگریا کدام بکن هروا بارزانی هلند درباره کریزن سوریه و رفش روزوای کردستانی دا آخرینه مسعود بارزانی روزن بوری وزیر پاراستان فرانسا جین آیواز لیدراین هروا شهردار پاریز آنا هیدالگو را جهودیدنم پیکانی بود بارزانی وی گشت خواهی بو فرانسا و انجام وی گلک دلخوش بو و سردن خواه بو فرانسا بسردن که سرکرتی بناف کرد آلیکاری لشکری یا فرانسی چرچوه شهر دجیدایش دا بو هریم کردستانی بردوامه دسپیکو شهر نوبوری حتی نوبر هولیر و پاریزی دا چند هفدیتن پیکانینه پاریزی کنفرانسی که شهرداریان سید باجاری نمنتاوی بجداری بکن تی دارخستن و شهرداری هولیری جبوی کنفرانسی تی بخواندن سروکا شهرداری پاریزی آنا هیدالگو راگیان اف دخوابتن دا که هر دو شهرداریان هولیر و پاریز ببن دسته برا و گوت اوی شهرداری هولیری جبو کنفرانسال پاریزی یا شهرداریان باجارن تگلیب بکن تبدیدن دا هیدالگو بحثا سردان هولیری کر و گوت ام دخوازنش بو درست کرنا بنگه آبوری هولیری و کردستانی ببن آلی کار بارزانی دا کفشیکا هیدالگو جی دوستا کردان دانیل میتراند گره گوری آگاداریان سکرتاری گیشت یتفگر گوران نشریوان مصطفی بریتانیل گل اندامین پارتی خو جوین اکساس کریه و گوتیه که رفش نهایی کردستان شمو دمان خرابتره و کریز سیاسی آبوری و رفش شری تبنا جواکی تک داده الگوری نوچین میدیو تفگر گورانی نشریوان مصطفی بریتانیه د جوین گل اندامین پارتی خود رفش هریم کردستان نرخاندیه مصطفی سر کریز سیاسی گوتیه پارتین پارلمنتوی پروژه خواست دست بویژن مجارا سرکتی هریمی پرزگریکن سیاسی جور دست بکرن ام نخواستن مزوری ت پارتی درباری مدا بریارم بده و ت آلیک موافمه زفت بکه سکرتار گیشتی یتفگر گوران دیار کرده که دم پروپاگاندا بجارتنی دا گوران سوز باش کردن رفش آبوری دایه خلق کردستانی لیدم که حکومت دا بونه بغدای بیجی بری لفماجی او یک بک نهاتیه روز سی تباخی نشریوان مصطفی برمانجا چرا سریا بجیشکی چوبو لندنی دیسیبیا کتابی د پارتی دموکراتیک یا گلان و یگرتین ویل دیاربکری دخینی که پر دابو و خواسته بو بالا رایگیشتی بکشنه سررفش نه دیار یاری بری پککی عبدالله اوجالان دوی چرچوبای دا پینجی کسین کد نوان دا پارلمنتارین هدپی جنه هات را گیاندن کش پینجی نیسانی وروا تا آگایانش درقا رفش اوجالان ناستینن و پشتی که افش پینجی رو جان زیده ترن سر دربه 15 تباخی را در باز بونه و تاوی که هاتی زانین کلمبری گراو امرالی دستوردانه که جدی چی بیاجی هیوان بت آویش رفت تندرستی اوجلان تنیه حتی اوانش ساقی اسلامتی اوجلان آگاهی که راست نگرن اوی گریو خیا برچیبونی بدم و بدور وگر بدومینن کچکی داخلی که برای گیشتی را پار وکر و گوت اگر بریست اوجلان را هفدیتن وارن کرن اوانا دکارن دمک کدا وی شری بقدینن افتشتکی گرنگ افتشتکی دیروکیه لیبلی ترکیه لوان گداری ناکه شالیدن و وزیر دادی ترکیه بکیر بزداخ راگیان ده بو رفت تندرستی اوجلان باشه لیش بگوتن وزیر چالاکوانان باور ناکن چالاکی گر دبیجن حتی که بجالان را هفدیدن که روبرو نیکرن گریوان دی بدومه شالیدن و سرک وزیر ترکیه بینالی یلدیم دیاربکری جاره کردن گوت بیواجو میواجو تنیه اصرار چالاکی گر او رای درین دولت ترکیه دجی هفن اگر نابر واندا دانستاندن نیکرن دبکر رفشار باکور آلوستر ببن
برمانجا را دستکردن فتوله گولن دبن سرکتی جگری سروکی آکی پارتی میدی اکرده شانده که وی پارتی برب آمریکای بریکت. شانده آکپی بری کو برب آمریکای و بریکه و ترکانی جوینه که چپامنیل دارخست و داخیا کرد. حتی نا پینچ شاندن پارلمانتوی ترکیه در و هفدیتن کرنه و دازانین. او وک شانده آکی پارتی تاوی پینچ پارلمانتارن دچن آمریکای و هاتیه پلان کرن کلوی داری 25 هفدیتن پیک بینن. هفسروکی دبی صلاح الدین دمیرتاش فرمی بو آمده بون الپیشبری دادگاهی هات بان کرن. الگوری آگاهیدان سیشمی ششی ایلونی سردوزگاری کمری آمدی هفسروکی پارتی دموکراتیک یا گلان صلاح الدین دمیرتاش و پارلمانتارن هدپی نورسل آیدوگان و خواندی دادگاهی کرد. هات زانین دمیرتاش و آیدوگان بندامتی و ریخستن چکدار یا تروریستی هاتن تویمت بار کرن. هر وقت حتی بوری دا دادگاه دویام یا جزاین گران یا آمدی چرچوه دوسیای کچکی دا درق و پارلمانتارن هدبی جاگلار دمیرال، عثمان بایدمیر، دریا دشتمیر، سلما ایرماک، احمد یلدریم، بسیمه کنجا علی جان اونلو و نادر یلدریم دا بریار بزرگانی نوان بود دادگاهی درخسته بود و خواندن افسروک و پارلمانتارن هدبی بود دادگاهی پشتی گوهرترین یاسایید دستور ترکیه دا ین بورا کرنا پارزبندیا پارلمانتارن تی. هفته بوری پارزگاه دیاربکر 13 تاخن سه نوچین دیاربکری قدغه درکت نادر و رگیان. الگور دخینیا پارزگاری قدغه 13 تاخن نوچیلی چه هنه و کاراز ین دیاربکری هاتن رگیاندن هات آگادار کرن پشتی رگیاندن قدغه دجیگری لاین پککی اپراسیون به دست بکرن. الگوری آگاهیان سرکوبری ترکیه رجب طیب اردوغان نکاری درباره حریم تامپون یا سرسینور هر و اساسیات انقل بر پیگی و در بازبون هزین کردی بوالی رجوای جمع فراد دی پشتوانی اوباما و پوتین دست بخه. جوین کوما 20 ولاتن هری پیس ین آبوریو جیانی جی 20 بی کل سرکریز سوریه بگیجه تو انجام که بداوی هات. جوین ولاتن جی 20 کل چینی هات بول دارخستن داوی هات. مجرا کریز سوریه رجوای کردستانی و یه پیگی جوان مجرا ممکن نابرا چند سروکین جیانی دا گوتو بیش سر هاتن کرن. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان جید جوین جی 20 یا چینی آمده بو و سروک آمریکا باراک اوباما و سروک روسیه ولادیمیر پوتین را هفدیدن بکانی. رجب طیب اردوغان هفدیدن خود بحث یپگی روجوای جمع فراتی و حساسیت ترکیه لمبر در بازبون هزین کرد بو علی روجوای جمع فراتی و اپراسیون ترکیه ناف آخا سوریه دا و هروا کنترل کردن جرابلوسی کرد. اردوغان جالی کردن واش موسکو و واشنگتونی دخواست آوکرن هریمک اولاد ناف آخا سوریه و سرسینوری هفبشتی ترکیه سوریه کرد. الگور آگاهیان اردوغان هفدیدن با اوباما و پوتین دا تا انجام که باش در قوان دخواست و حساسیت ترکیه دا ورنگرتیه. ترکیه و دمک دریجه که بحث آوکرن هریم تامپون سرسینور دکه لی حتی ناتو ولاتن پشگریابی یکی نکرنه. ترکیه دبیشه آوکرن هریم تامپون همش بو کچپرین سوری باش به همجی دیش بو اولکاریا سینور به آلی کار. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان را گیاند که ترکیه دخوازه ارکفتنه که درباره گیشتن آگربسته که الهلبی بروسیایی را بری جشن قربانی. اردوغان درباره اپراسیون لشکریل با کوری سوریه دا را گیاند. افتگاوان نو خاک سوریه دا نویجن و دویر آرام نوبر سوریه ترکیه دا آرمان جی پاراستن و سیویلون و کسنج بر رفشا شرط روند. اشالی خواه سرکی روسیه ولادیمیر پوتین داویا جوینا جی 20 چینی را گیاند. ارکفتنه که ترکیه و روسی درباره رفشا سوریه دا دیواره کرن جبو بگینن چرا سریه که باراک اوباما سروکی آمریکای تو انگریه که یه روزنامه‌نوانی دل چینی را گیاند. او هفددن ولایت یا نوبر مسکو و واشنگتونی درباره سوریه کپتر بکن داکو بگینن ریکفتنه که چمکی سوریه ایدی نکاره خال بروی شهری بگره. اوباما هر وقت گوت کنبون و ویل سروک روسیه ولادیمیر پوتین و گلکی گرنگ بود. دوشنبه 5 ایلونی موشکین جوری هیمرز ین آمریکای دگل 5 لشکرین بسپور ین آمریکی سینوری باجوری دیلوکی یه باکوری کردستانی هاتن جیکرن. گور آگاهیون جیکو سیستم موشکی ین هیمرز هاتیه بجیکرن سیستم پاراستنی یا موشکین ین ارتش ترکیه هیه. گوری زانیارین اف موشکو حتی 92 کیلومترند کارن دور بین آبیتن دجی دایش بین کارانین. هر وقت جیکو موشکین هیمرز هاتن دانین 30 حتی 35 کیلومتر دوری سینوری نوبر ترکیه سوریه. گوری چافدیران بجیکرن نوان موشک نزدیک سینوری هبش ترکیه سوریه چرچوبای شهر دژ داعش دا آمریکا دکارل باجاری باب او باجاری که ما را بده.
پشتی که ارتش ترکیه اپراسیونی که نوچه جرابلوسی کنترل کرد گل یکینان پرستنا گل کتنا نو پیش برکی که دیکیزون جوان نوچه بابی یال باکوری حلبی کنترل بکه هنک آلید بیشتر اگر ترکیه بکره اوباما و پوتین راضی بکه دکاره بکه به نوچه جی ارتش ترکیه بیشتری تباخت سال 2016 پفکاریو چند گروپین سرب ارتش آزاد یا سودی چونه نوچه جرابلوسی نهاجی گوتو بیشتر سر اپراسیون کنترل کردن نوچه بابی گرمه که اب نوچه تنی مای دست دایی شده نوچه بابی نهاش چار آلیان و هاتیه دربیچ کردنش آلی باشور و هیزین رژیم سوریه و آلی با کور و ارتش ترکیه تبی کمین ارتش آزاد حتی با جوروکی الرای آلی روجاوا و هیزین کردی چپری خالمار دانینه آلی روجلات و جدیسا هیزین کردی 23 کیلومتر دوری بابینه چاوی همو هیزان سر کنترل کردن بابیه تایبتی پشتی که 29 تباخی دا نبر ارتش ترکیه و انجمن و لشکری یا جرابلوسی دا اگر بسته کاته کردن ترکیه همو هملین خدای سر کنترل کردن کمر و سینوری خویل گل دایشی او خو نزدیکی بابیده که پشتی دست بکردن اپراسیون ارتش ترکیه یا جرابلوسی نبر هیزین ارتش آزاد پشگیری ارتش ترکیه و هیزین سوریه دموکراتیک یا پشگیری یپگی شهر و پیفچون درکتن و به یکی جهیز که امریکا به سرخط اوش با اگر بسته کی دمکی گواشی بکه سر آلیان دنجام شهر و پیفچونن باکوری سوریه در دو لشکرین ترکیه هاتن کشتن و 5 لشکر جی بریندار بون هر ارتش آزاد یا سوریه جی چند کشتی و بریندار دان گور آگویان چهاردهمین روز اپراسیون ترکیه ناو آخا سوریه دا یا بنوی مرتال فراتی در دور باجاروک الرایی یا باکوری سوریه دا برا لشکرین ارتش ترکیه و چکدارین ارتش آزاد یا سوریه الملکی و چکدارین دایش الملکی دندا شرکی گراندر کرد داخینی دا تیگوتن که دنجام پیفچونن دا دو لشکرین ترکیه هاتن کشتن و 5 لشکرین جبری دار بون هر وال گوری داخلی دو چکدارین ارتش آزاد یا سوریه جد پیفچون ده هات نکشتن و دو چکدارین در جبرین دار بونه پارتین کردی اپراسیون لشکری ترکیه در نواخ روجاوی کردستانی دا وکه داگر کردی نرخاند پارتی آزادی کردستانی پاک پارتی سوسیالیست کردستانی پسکی پارتی کردستانی پاک کرد پدکی باکور و حرکت آزادی درباره اپراسیون ارتش ترک و در بازبود نواخ روجاوی کردستانی دا داخلینیک هبش داد پارتی و ریخستن نوبوری اپراسیون لشکری جرابلوسی شرمزار کرد و راگیون دن دولت ترک دسپیکی و درق سوری و بتایبتی کردستان روجاوی دا نینی بود هات زانین حکمت آقای پارتی 11500 ماموستاین کرد چکار دور خست بریار اف هجمان بگیجه 14000 وزارت پرورده تبیه ترکیه را گیاند 11500 ماموستا بیدیو که تکلی وان پکیکی را هنجی کار هاتن دور خستن هات را گیاندن کل گل انجام لیپرسینا که ده کوردیناسیون و پاریزگریان داد تکرن هجمان ماموستاین که دیش کار بینه دور خستن ده بگیجه 14000 سرک وزیر ترکیه بینالی یلدریم آمده گوته بو تی تخمین کرن 14 کسان ماموستاین وی هرمی تروری را پیوندین وان هنه روجاوی کردستانی هفدان با مدکن و رشنویس و دستور بنگهین با سیستم فدرالی دومن و هات ادیا کرن که باجاری قامشلو وکه پایتخت هرمیت ادیار کرن آژانس رویترز جزاری رایدر که سیاسی کردی روجاوی کردستانی و راگیان دیه که کاری آمدکن و رشنویس و دستور بنگهین یا سیستم فدرالی روجاوی باکوری سوری به دوامه و دی حتی ما جتمه ای سال دستور آمده ببه هر وال گوری وینو چه رویترز دستور بنگهین یا سیستم فدرالی روجاوا باکوری سوریه دا باجاری قاموشتو یه روجاوی کردستانی که دکوه هم بری باجاری نسیبین یا پرزگاه مردین یا باکوری کردستانی وکه پایتخت هریمی وارد دیار کرن روژا 4 ایلون برای میری ازدیان تحصیب بگی میر فاروق بکل بدن خوشیل آلمانی وفات کرد 8 ایلون جنیاز میر فاروق بک آلمانی گیشت فروخانه نودولتی یا هولیری پشت راجیل گورستان حاجی احمد یا دور شیخانی با خیات سپارتن هات زانین جنیاز میر فاروق بک دوری بادرید برسیمی که بفرد او آمده بونا به هزاران ازدیان و ریسپین ازدیان کسایتین اولی و سیاسی هات بناخ کرن میر فاروق بک برای میر تحسین بگه و اف چند سال بون آلمانی دجا و حتی دمکی پیشمرگتی جکریه دنگو باسنجیانی
وزیر ولاتی و پناهبرتی کانادا جون مککالوم گفت ولاتی ویدی حتی 2 سالی 6000 پناهبرین سوری قبول بکن. وزیر ولاتی و پناهبرتی کانادا دیار کرد که ولاتی ویدی دست به قبول کردن مالبتین سوری بکن و هر هفته جی هجمار ورگرتن وان زده بکن. اوی آماجه کرد که پروژه شهرداری بازاری چتام یا بنوی جواک میوان پروار هاتی قبول کردن و درباره ویه که داوا گفت اف شهرداری دی آلیکاریا پناهبرین کوی نو ورن کانادایی بکن داکو پناهبرین کاربن بجیان کانادایی را لحفظ بکن. حتی نا پناهبرین می پشت 2 هفته وی می دست بکن و حتی 2 سالی وی قبول کردن وان وارد تمام کرد. کانادای 2 سال بوری حتی می آدارا ای سال زیده 25000 پناهبرین سوری قبول کرد. گدارین هیچو اوا بو وشانا دنگو بحث نکتیه که شهر 4 پرچین کردستانی و کرد دیاسپروی هروان و چین نانتوی. جاره که دن هفتیاتی دی سال سروی ناونیشانی پنجمون و چین هفتیه که امی راستی هف بید آمده کارو رو ببرا برنامه یا دنگو بحث نو یا رادیوی ریاتزه بیلاس ترکیه حتی نی وشانا نو بمینود نو خیر و خوشیده.